خود مشغول بودم. همین است در امریکا بودنتان. من چی؟ آیا میدونید که من چی چیزها را از سر گذرانیدم؟ شما خبر دارید که من با چی کارها مشغولم؟ من از گرد و اطراف بعضی چیزها رو شنیدم و تو با تلفن کمی گفتی. خیر؟ دخترم اجی جان گوش کن، من با عشق کمال ایپکچی مشغول نیستم. با من مشغول هستید؟ غمی مرا میخورید؟ باری فکری مرا میکنید؟ گپای بیهوده نزنید. شخصی که زنش را در حالت بیماری تر کرد این شمایید پدر. تو برای چی همه چیز را به دراما تبدیل میدهی؟ تمام دوگانه هایم با پدرانشان فخر میکنند، چون که پدرانشان جانشان را دریغ نمیدارند. من وقتی سیمای شما را پیش نظر آورم، عذاب‌هایی که به مادرم روا دیدید همانها را میبینم. با پدر گفتنی من اهمیت ندهید. دهانم عادت کرده است، زبانم میگوید، اما دلم قبول نمیکند. دختری من، جانی من، بین من از آن کنج دنیا آمدم. تو باشی خوش قواق میکنی. بیا کنی از جایت برخیز. کنی تو مرا یاد نکردی اما من تو رو یاد کردم. کنی بیا دخترم جانم، مین بد پدرت در اینجاست. همش گذشت دخترم، غمگین مشو. تشکر که خوب پیشواز گرفتی. آهسته. اینها کجا شدن؟ خوش آمده جنابی مرد. خانم اجه مشغول هستند. اجه رامیو هم آمد. اما کتامیر، من راستی خبر نداشتم که شما در این جایید. خوش آمدید. خوش باش مرد جان. من بعد من در همین جاها هستم. خدا تو را در پناهش نگاه داشته است. حادثه ناخوش را از سر گذرانده ای. تشکر. هنگامی در امریکا بودنم اجه این کمی نقل کرده بود، اما من از سبب سرکاری زود آمده نتوانستم. اما تو خوب می نمایی، یعنی بعدی جراحی کردن هم. من صحت سلامت خوبم، کم نشوید. همه روزهای بعد در گذشته ماند. خدا را شکر. بچه ها با شما چی شد؟ اینجا 20 درجه خنک شد یا اینکه من همینطور حس میکنم؟ التماس پدر حاضر وقت این گپ نیست. اما کتامیر، از شما یک چیز خواهش کردنیم. من باید با ایجه اویدی یک چیزی مهم صحبت کنم. در کار نیست. من با او یگان گپ ندارم. تو مرا گوش میکنی یا نه؟ همه چیز را خطا فهمیده ای ایجه. چرا خطا فهمیدم؟ مگر شب را با صدف نگذرانیدی؟ از حجره‌اش اوریان نبر آمدی؟ مرجان، بیا در این باره صحبت را دوام ندهیم. بین، اجه نمیخواد که تو را گوش کند، بهانه هایت را هم، چون که سیمای اصلی تو معلوم شد. من نمیگذارم که دخترم را از این بیش غمگین کنی. برا ببخشید که ناراحت کردم. دخترم، تو خوب هستی؟ پدر بس کنید. گویا که اهمیت داشته باشم. شما همتون یک هستید. تنها عذاب دادن رو میدونید.
камолин чӣ гап аст? بیا. دیروز تماما وجود نداشت. دیروز رو از تقویم ها برآوردیم. امروز باری اول به این کرسی می نشینید و در براتون پدرم می شود. پدر گفتی؟ بله پدر گفتم. من دیگر شدم مادر. من با شما وعده می دهم. بینید در نزد پدرم وعده می دهم. دیگر آن قادری پیشینه نیست. دیگر آن دادزنی عصبی شوی احمقی ها نیست. یگانه خواهش من خوشبختی شماست. همیشه همین خیل بود. شما کی مصلحت کردید؟ کی این رو تشکیل کردید؟ به این اهمیت نده. بهترش رفته تیار شو. مأمور نکاح را انتظار نکنید. آفرین، زنده باشید خالای نیلگون. شما خواتیر نشوید، من در یک لحظه مادرم را آماده میکنم. بیایید بیایید. من هم رفته تیار میشم. شما در کجایید؟ در کجایید؟ مادر جان شما پوشید، من حاضر می آیم. مایلش. لبیت آقا. دخترم شما در کجایید؟ در رو گفتم کسی نگشود. من برگشته رفته ایستادم. شما در کجایید؟ در خانه پدرم هستیم. کاری دیروزه رو به انجام میرسونیم. امروز مادرم با پدرم اویلادور میشوند. برای چی به من خبر ندادید حضرت؟ برای چی من خبر ندارم؟ خودین نخواست آقا. مادرم هم از شما رنجیدن. بعد حادثه دیروزه همینش بهتر است. یعنی تقایتان را پورا در نزد در ماندید ها؟ بگذار همین طور شود. میزی بد. همین طور شود. بگذار همین طور شود. تاغو این طور نگویید. خیر چی گویم حضرت؟ میلش اهمیت ندی. شما خرسند باشید. من مثل سگ در بیرون هستم. من مهم نیستم. مهم است شما خرسند باشید. به من تنها یک رسم فرستم بس است. با آن نگاه کرده خودم را تسکین میدهم. یک عکس را از من دریغ ندار. خوب شده است، میفرستم.